إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بدون مطالعه، بدون برای شما بررسی و غیره نمیایم روی آنتن بخواهیم برای شما مثلا حرف بی اساسی بزنیم بعد فردا حاضر ما کاری با اهل سنت هم نداریم. بعد که شیعه های ما میگن بله فلانی با این به قول دبدبه کوکبه آمده یک مطالب بی اساس و بی سند و بی مدرک گفته. از منابع اهل سنت میاریم، ادله‌مون هم اعلام میکنیم، از کتاب‌های خود اونها حقانیت مذهب شیعه امامت امیرالمومنین رو اثبات میکنیم. جلد اول صفحه 264، جلد اول صفحه 265، جلد 3 صفحه 374، جلد 13 صفحه 178، جلد 3 صفحه 323، جلد اول صفحه 85. کارشناسان این شبکه ها حداقل یکی از این مدارک که ما آوردیم بیان میگن مدرک دروغه، یا حداقل بیان توجیه کنن. الفتوح ابن اعصم جلد 4 صفحه 288، الاغانی ابوالفرج اصفهانی جلد 12 صفحه 380، عقدالفرید آقای ابن عبدالرب جلد 4 صفحه 475. بیاید از اینها به ما جواب بدید که این مطالبی که در کتاب‌های شما آمده و منابع دست اول شما هم ذکر شده، اینها را شما بردارید جواب بدید. و ما هم گفتیم هر مدرک ما داریم اعلام میکنیم، هر کس بیاد ثابت کنه این مدرک دروغه، برای هر مدرکش 100,000 تومان جایزه میدیم. دیگه از این بهتر دیگه این دیگه تحدی است، دیگه برای شما عرض کنم تعارف هم ما نداریم. نه. تلبیس آیت الله قزوینی درباره روایت آلوسی. ولی این که میگه آقا در قرآن ولایت نیامده که منکرش کفر باشه، خب شما به ما جواب بدید. در کتاب‌های متعدد اهل سنت آمده بر اینکه بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیاً مولا المؤمنین یا ولی المؤمنین. خب شما اینها رو برای شما عرض کنم به ما اعلام بفرمایید که آیا این تعبیری که آقای آلوسی در ذیل همین آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک آورده، آیا این چیه؟ بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیاً ولی المؤمنین، ان علیاً ولی المؤمنین. خب اینها را برای ما بفرمایید بیان کنید ببینیم که واقعا چیه قضیه. اگر واقعا این هست بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیاً ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ولایت علی ابلاغ نشود رسالت ناتمامه. حالا دیگه مابقی تفسیر بهده شما واگذار میکنیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر این آیه در حق علی نازل شده با ولایت و اسلام کامل شده، پس بدون ولایت علی اسلام ناقصه، دین کامل نیست.
جناب آقای قزوینی عادت کردند برای به کرسی نشوندن حرفهای بی اساسشون به هر دروغی متوسل شوند و روایتها را کلاً کتمان کنند یا کاملاً تحریف. الان ایشان روایتی از تفسیر روح المعانی علامه آلوسی نقل کردند و طوری تلبیس نمودند که هر کس که واقعاً از این روایات چیزی نداند حرف بی‌مدرک ایشان را قبول می‌کند. علامه آلوسی درباره تفسیر آیه مبارکه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک در روح المعانی جلد 3 صفحه 359 چنین می‌آورد: و زعمت الشیعة ان المراد بما انزل الیک خلافة علی کرم الله تعالی وجهه فقد رووا بأسانيدهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الله يستخلف عليا كرم الله تعالى وجهه فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعا له عليه الصلاة والسلام بما أمره بأدائه. علامه آلوسی در کتاب تفسیر خود موسوم به روح المعانی می‌آورد که شیعه گمان باطلی کردند که مراد از بما انزل الیک خلافت علی رضی الله عنه می باشد و به روایت‌هایی از ابی جعفر و ابی عبدالله رضی الله عنهما استناد می‌کنند که الله متعال به پیامبرش وحی کرده است که علی رضی الله عنه را بعد از خود جانشین تعیین کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اینکه بر گروهی از اصحابش گران تمام شود ترسیدند. پس الله تعالی این آیه را برای دلگرمی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود تا او را بر ادای این امر فرمان دهد تا آخر روایت. آلوسی رحمه الله در اینجا میگوید که شیعه روایات دروغینی از جمله این روایت را به اهل سنت در این باره نسبت میدهند و در ادامه میگوید وقد زادوا فيه اتماما لغرضهم زيادات منكره ووضعوا في خلاله كلمات مزوره ونظموا في ذلك الاشعار وطعنوا على الصحابه رضي الله تعالى عنهم. و در خلال آن دروغ پردازی نموده و درباره آن اشعاری سرودند و به اصحاب گرانقدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهمت زدند. بینندگان محترم، حال شما ببینید که این آقای قزوینی برای اثبات حرفش چگونه اول روایت را تحریف می کند و می گوید که آلوسی رحمه الله خودش اینها را نقل کرده، اما نمی گوید که آلوسی آن را از زبان شیعیان نقل و سپس رد نموده است و مردود دانسته است. الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. تنها کسانی دروغ میگویند که به آیات الله ایمان ندارند و ایشانند که دروغ گویان واقعی هستند. و در جای دیگر می‌فرماید فنجعل لعنة الله على الكاذبين. و لعنت الله را بر دروغ گویان قرار می‌دهیم.